سلام. معصوم مستانکزی مشاور رئیس جمهور کشور میگوید لوی جرگه مشورتی اختیار ندارد که زندانیان حق الابدی را آزاد کند و گفته وی در میان 400 زندانی طالبان خارجیان نمی باشد و محبوسین یاد شده جرم‌های قتل، اختطاف و قاچاق مواد مخدر را انجام دادند. شرکت هوایی العربیه پروازهای خود را به کابل آغاز می‌کند. مقامات سفارت افغانستان در امارات متحده عربی گفتند و شرکت کامیر نیز اجازه پروازها به ابوظبی و دبی داده شده است. مقامات بندر چابهار توافقنامه با سکتور خصوصی افغانستان را امضا کرد. بر بنیاد توافقنامه مقامات ایرانی اطمینان داد که تمام سهولت و امکانات را در خاکشان به تجاران افغان فراهم خواهند کرد. عبدالولی حصارک مدیر محبس ننگرهار از وظیفه‌اش بعد از حمله روز گذشته سبکدو شد. سخنگوی والی ننگرهار میگوید صالح محمد شیرزی به صفت مدیر جدید محبس تقرر یافته است و سرپرست وزیر صحت عامه گفته است 10 میلیون تن در کشور به کرونا مبتلا شدند که 31.5% تمام نفوس می شود.